پشت پرده سمینارهای روانشناسی چیه واقعا؟ صحبتی که میخوام بکنم اینطور نیست که بگم اطلاعاتی رو حالا درس پیدا کرده از اون سمینارها یا برگزار کننده هاشون که من دارم اینجا بهتون میگم پشت پرده چیه. میخوام چیزی رو بررسی کنم که واقعا خیلی از آدمایی که شرکت میکنن توی این سمینارها یا آرزوی شرکت توی این سمینارها رو دارن بهش دقت نمیکنن و خیلی ساده است واقعا قضیه. ببینید، یک سمیناری میاد برگزار میشه برای اینکه شما مثلا حالتون بهتر بشه، زندگیتون رو به روال بشه یا هر چیز دیگه. تعداد زیادی افراد، مثلا 50 نفر 40 نفر میتونن که شرکت کنن توی این سمینار و یه مبلغی تعیین میشه برای این سمینار. همین مبلغ نشون دهنده اینه که این سمینار برای کی طراحی شده، یعنی مناسب چه اشخاصیه. حتی این مبلغ نشون میده که محتوای سمینار به درد کی میخوره. به درد کسی میخوره که مثلا مدل زندگیش یه جور خاصیه یا به درد همه میخوره. و چیزی که واضحه اینه خیلی از این سمینارهای بزرگ مبالغ خیلی سنگینی دارن، مبالغ در حال حاضر، حالا اشاره نمی کنم چه سمینارهایی، ولی خب در حال حاضر یک سری سمینارها در حال برگزاری هستن. حتی توی این یک هفته اخیر که نزدیک عید 1403 هستیم و مبالغ بالای 5 میلیون رو دارن. حالا اسمهای مختلفی دارن و خیلی هم معروف هستن واقعا و تمام مردم فکر میکنن که این سمینار واقعا مناسبشونه و قرار حالشون رو خوب کنه، زندگیشون رو عوض کنه و غیره. حالا سمینارهای 2 روزه، 1 روزه، 2 ساعته، 4 ساعته. و نکته اینجاست که واقعا اینطور نیست. وقتی ما میرسیم به مبلغ بالای 5 میلیون، ببینید کسی که داره این سمینار رو میذاره در واقع مشاوران مالی داره، مشاوران حالا بازاریابی داره و غیره و غیره و خودش هم که مشاوره در واقع میتونه حال مردم رو درک کنه، میتونه متوجه بشه که کدوم مردم توانایی چی رو دارن. پس براش سخت نیست که جامعه هدفش رو انتخاب کنه. اگر جامعه هدف اشخاصی باشن که وضعیت مالی خوبی ندارن و یک سری دغدغه‌های مشخصی دارن، مثلا شخصی که 8 میلیون 10 میلیون درآمدشه، خونه نداره، ماشین به زور داره، اجاره‌ای نشسته یا هر چیز دیگه، یه سری مشکلات خاص دارن این اشخاص، دغدغه‌های فکری مشخصی رو دارن. پس اون روانشناسی که داره سمینار برگزار میکنه از همه اینا مطلعه که اگر مطلع نبود واقعا اینقدر بولد نمیشد، اینقدر بزرگ نمیشد. واقعا کارشو بلده این آدم و مردم رو درک میکنه و بر اساس همین میاد قیمت مناسبی رو روی دوره میذاره، روی حالا اون سمینار. و وظیفه شماست که متوجه بشین این سمینار آیا مناسب من هست. اگر من مثلا 100 میلیون در ماه در میارم، 200 میلیون در ماه در میارم، سرمایه های عظیمی دارم و تو زندگی حوصله‌ام سر رفته، حال ندارم، اصلا یه جوری هم جالب نیست وضعیتم و اینا، آره این مناسب منه، دقیقاً برای من طراحی شده. ولی حالا از یه بعد دیگه نگاه کنیم، من یه آدمی هستم که 4 تومن 5 تومن 6 تومن 10 تومن در میارم، به زور یه خونه دارم و سختی های مالی تو زندگیم دارم، دغدغه‌های فکری زیاد دارم و همینا باعث شده که مثلا با همسرم به مشکل بخورم، با اطرافیانم مشکل داشته باشم، دائما بجنگم با خودم. دغدغه‌های فکری من با اون آدم فرق میکنه و من توانایی مالی اینو ندارم که پرداخت کنم همچین چیزی و روانشناس اینو میدونه. پس این دوره مناسب من نیست، این سمینار مناسب من نیست طبیعتا. و این چیزیه که اونها تنظیم میکنن و به شما نمیگن. چرا به شما بگن؟ خب یه نفر شاید 8 تومن در میاره، میخواد 70% حقوقش رو بده بیاد شرکت کنه. خب بیاد شرکت کنه، مشکلی نیست، ولی خب به دردش نمیخوره، قطعاً به دردش نمیخوره.
اتفاق خاصی براش نمیفته. دوره‌ای که این آدم باید تو شرکت کنه دوره خودسازی توی زندگی خودش، نه اینکه دوره 2 روزه خودسازی تحت نظر یک روانشناس که داره به 40 نفر 30 نفر اصلا 10 نفر آموزش میده، سخنرانی میکنه براشون. نه، این مناسبه همچین آدمی نیست واقعا. و همین لطفاً اگر توی دوره شرکت میکنین، اگر توی سمینار شرکت میکنین، اول این چیزها رو بررسی بکنین، ببینین دوره برای کی ساخته شده. فقط سطحی بهش نگاه کنین ببینین دوره برای کی ساخته شده. محتوای دوره رو به شما نمیگن که دقیقاً محتوا چه چیزیه، چه چیزهایی میخواد بیان بشه. خب بگن که دیگه شما شرکت نمیکنین، محتوا رو میدونین. یه چیز سطحی از محتوا به شما میگن که اصلا تو تصمیم گیری نمیتونه دخیل باشه. میتونه، ولی خب بعد از اینکه اون مورد اولیه مالی رو بررسی کردین و دیدین که مناسبتون هست یا نه. و همین، امیدوارم که استفاده کنین و درست استفاده کنین از هر چیزی که توی زندگیتون هست و متناسب به شرایط مالی، متناسب به شرایط روحی، شرایط زندگی، شرایط محیطی، متناسب با همه این چیزها تصمیم گیریاتون رو انجام بدین. چون ما هر چقدر هم که بگید همه چیز مربوط به خودمون هست، خودمون میتونیم خودمون رو بسازیم، خودمون فلان کنیم، یا مثلا روانشناس میتونه به ما کمک کنه، باید در کنار ایناش همه شرایط محیطی اطرافی رو در نظر بگیریم. نمیتونیم فقط به خودمون نگاه کنیم، واقعا یه هم چیزی نیست. امیدوارم که موفق باشید.